تو هستی همون پیغمبری که با خدا گپ میزنی؟ میگوید بله. میگوید میپرسی از همون پروردگار که یک شخص میخواهد توبه کند آیا توبهش قبول میکند؟ وقتی موسی این پیشنهادی به خدا میکند الله میگوید موسی آن کسی میخواهد که توبه کند و توبه او را خدا قبول کند اون کسی که از تو پرسید و شیطان است. یقین دار شیطان است. مقصد موسی را با شیطان شناس کرد و به موسی چی گفت؟ گفت برو با شیطان بگو اگر رفته قبر حضرت آدم، تو دوره حضرت موسی در آدم مردگی بود که حضرت آدم، اگر رفته قبر همون را زیارت کند در زیر قبر همون سجده کند من توبه شیطانم قبول میکنم. غزالی میگد وقتی که موسی همین پیشنهاد به شیطان کرد گفت شیطان